سلام به همگی، در خدمتتون هستم با بخش دوم Alice in Wonderland. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. یه لحظه بعد آلیس دنبال خرگوش پایین رفت و به هیچ وجه فکر نکرد که اصلا چطوری میخواد دوباره از اونجا بیرون بیاد. The rabbit hole went straight on, like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well. اون لونه خرگوش یه مسافتی رو مستقیم جلو می رفت و بعد یه دفعه ناگهان به پایین شیب پیدا کرد. چنان ناگهانی که آلیس حتی یک لحظه فرصت نداشت که فکر کنه و خودش رو متوقف کنه قبل از اینکه ببینه که داره توی یک چاه خیلی عمیقی پایین میفته. خب اینجا دوباره یه مقدار نکته‌های جالب داریم که بررسی میکنیم. نکته اول اینه که it اینجا برای خرگوش به کار رفته، یعنی که وقتی به خرگوش میخوایم اشاره کنیم از ضمیر it استفاده شده. این یه خصوصیت انگلیسی قدیمی تر هست که الان دیگه زیاد اینطور نیست و الان اگه حتی به حیوانات هم بخوان اشاره کنن از ضمیر هی و شی زیادتر استفاده میکنن، به خصوص اگر شخصیت یک کتاب باشه که شبیه شخصیت انسانی هست. عبارت بعدی که داریم how in the world هست که این در واقع how in the world اینجا یک تاکید هست برای how میتونیم بگیم how at all، یعنی اصلا چطوری یا به کلی چطوری. نکته بعدی که میخوام توجهتون رو بهش جلب کنم این عبارت straight on هست. جوری که من جمله رو خوندم the rabbit hole went straight on like a tunnel. میخوام بگم که اینجا بین on و like من یک وقفه‌ای گذاشتم تا نشون بدم که این on مربوط به این straight هست، مربوط به بخش اول جمله است، یعنی که مستقیم جلو میرفت اون تونل. این جمله که این آخر داریم دوباره یه مقدار طولانی هست و شکوندنش به اون ساختار اصلیش میتونه به درکش کمک کنه. ساختار اصلی این جمله اینطوریه: Alice had not a moment before she found herself falling down. یعنی آلیس حتی یک لحظه فرصت نداشت قبل از اینکه ببینه که داره میفته پایین. بعد اگه این ساختار اصلی رو درک کنید میتونید کلمات اضافی دیگر هم تو جمله بهش اضافه کنید و ببینید که چطور جمله رو معنی کنید. بعد نکته بعدی که تو همین جمله هست این است که اینجا had فعل کمکی نیست، فعل اصلی هست، ولی با این همه به جای اینکه از did استفاده شه برای منفی کردنش مستقیما از not استفاده شده. had not یعنی did not have. این یه چیزی هست که برای فعل have به شکل استثنایی رایج هست، به خصوص تو انگلیسی بریتیش که اینطوری فعل have رو یا had رو منفی کردن. Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. یا اون چاه خیلی عمیق بود یا اینکه آلیس داشت خیلی آروم سقوط میکرد، به خاطر اینکه همونطور که داشت پایین میرفت فرصت زیادی داشت که به اطرافش نگاه کنه و فکر کنه که بعد از اون چی رخ خواهد داد. First, she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too dark to see anything. اول آلیس تلاش کرد که پایین رو نگاه کنه و سر بیاره که اونجا چه چیزی منتظرشه یا چه چیزی داره خلاص نزدیک میشه، ولی بیش از حد تاریک بود. اون پایین بیش از حد تاریک بود که بتونه چیزی ببینه. خب اینجا دوباره توجهتون جلب میکنم که ترکیب either or استفاده شده اول این بخش. بعد عبارت بعدی که داریم make out هست که معنی سر در آوردن یا تشخیص دادنه. make out معنی discern، تشخیص دادن. بعد یه عبارت جالب دیگه هم که داریم too dark to see anything. هر وقت که با to یک عبارتی رو شروع میکنیم یعنی بیش از حد اونطوری بود، یعنی اینجا مثلا بیش از حد تاریک بود که بتوان چیزی دید.
Then she looked at the sides of the well and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. Here and there, she saw maps and pictures hung upon pegs. سپس آلیس به اطراف اون چاه نگاه کرد، به دیوارهای اون چاه نگاه کرد و متوجه شد که اون دیوارها پر از طبقه ها و کتابخونه ها هستن. اینجا توجه کنید که من cupboard رو به صورت cupboard تلفظ کردم. Here and there, she saw maps and pictures hung upon pegs. اینجا و اونجا دید که نقشه و تصویرهایی از میخ آویزون هست روی دیوار. She took down a jar from one of the shelves as she passed. و همینطوری که داشت از کنار اون طبقه ها رد می شد، یه ظرف از روی یکی از اون طبقه ها برداشت. It was labeled orange marmalade, but to her great disappointment, it was empty. اون شیشه یه برچسبی داشت که روش نوشته بود مارمالاد پرتقال، ولی در نهایت تأسف آلیس این ظرف خالی بود. She did not like to drop the jar for fear of killing somebody underneath, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it. آلیس دوست نداشت که اون ظرف رو رها کنه یا بندازه از ترس اینکه مبادا کسی رو اون پایین بکشه. بنابراین نهایتاً تونست که اون ظرف رو بذاره توی یکی از اون طبقه هایی که همونطور که داشت از کنارشون پایین به پایین سقوط میکرد. خب اینجا اولین عبارت جالبی که داریم to her great disappointment هست. این نحوه بیان جالب تو انگلیسی هست که نمیدونم معادلش توی فارسی دقیقاً چطور بتونه بیان بشه که دقیقاً همین معنی رو برسونه، همین ایجاز بتونه این معنی رو برسونه. ولی وقتی میگن to her disappointment یعنی یه چیزی که منجر شد به disappointment آلیس، یعنی it caused her to become disappointed، یعنی این یه چیزی بود که در نتیجهش disappointment ایجاد کرد. به خاطر همین از to اولش استفاده شده. بعد عبارت دیگه که میبینیم اینجا managed to هست که یعنی که نهایتاً تونست که این کار رو بکنه، was able to. و این یه عبارت این آخر هست که میخوام توجهتون رو بهش جلب کنم. fell past it. این past یعنی که از کنارش داشت عبور میکرد و هنگامی که از کنارش عبور کرد. این کلمه past به کلمه pass یا عبور کردن مرتبط است از لحاظ لغوی. تو این جای متن علاوه بر نکات گرامری بررسی میکنیم، میخواستم توجهتون رو به یه نکته طنز هم توی متن جلب کنم، چون که آلیس در واقع یک کتاب طنزآمیز هست. اینجا نکته که وجود داره اینه که همونطور که آلیس داشت سقوط میکرد اون ظرف رو از توی این طبقه برداشت، بعد اگر در حین سقوط اگر اون ظرف رو رها میکرد، اون ظرف همراه آلیس به پایین میرفت و سریعتر از آلیس به پایین نمیرسید. ولی اینجا میگه که آلیس از ترس اینکه ظرف رو رها کنه که اون پایین کسی رو بکشه، ظرف رو رها نکرد. این در واقع یک نکته ظریف فیزیکی هست که حالت طنزآمیز ایجاد میکنه. Well, thought Alice to herself, after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling downstairs. آلیس با خودش فکر کرد که خب بعد از یک همچین سقوطی مثل این که مثلا توی چاه به این عمیقی در حال فرو افتادن هستم، دیگه اصلا به افتادن از پله هیچ اهمیتی نمیدم، اصلا دیگه ناراحتم نمیکنه. How brave they will all think me at home. تو خونه چقدر فکر میکنن که من شجاع هستم وقتی که ببینن دیگه من اینطوری شدم. Why? I wouldn't say anything about it even if I fell off the top of the house, which was very likely true. گفته حتی اگر که از بالای سقف خونه پایین بیفتم اصلا هیچی نمیگم، که به احتمال خیلی زیاد واقعیت داره. خب حالا اینجا دوباره یه سری نکته گرامری داریم و یه نکته طنزم آخر کار داریم که اشاره میکنم. اولین چیزی که میخواستم اینجا اشاره کنم اینه که تو این عبارت اینجا از عبارت such as استفاده شده، یعنی چنان چیزی مانند این. such a fall as this یعنی سقوطی از این دستی، سقوطی مثل این. عبارت بعدی think nothing of هست. think nothing of یعنی که not یا don't mind، یعنی چیزی که اصلا برام اهمیت نداشته باشه، اصلا بهش فکر نکنم.
عبارت بعدی how brave they will all think me هست. یعنی که how brave they will think I am. think me یعنی think I am، یعنی که من در مورد من اینطوری فکر کنن. در واقع نحوه خلاصه گویی همون think I am هست فرض کنید. بعد کلمه why رو که اینجا میبینید اول این جمله، این why معنی مستقل نداره، یعنی به معنی چرا نیست، صرفا یه صوت هست که میخواد تاکید کنه، یا حالت تعجب شخص یا حالت تاکیدی که روی جمله میخواد بذاره رو میخواد بیان کنه. پس این فقط برای تاکید روی اون نکته‌ای هست که گفته میشه just to emphasize on the point، ولی چیزی به معنی جمله اضافه نمیکنه. بعد کلمه likely داریم تو این جمله آخر که معنی probably هست، یعنی احتمالاً. حالا طنزی که اینجا وجود داره اینه که اینجا در واقع میگه که من اگه از بالای خونم پایین بیفتم اصلا چیزی دربارش نمیگم، یعنی اصلا در واقع حالا یه جورایی وانمود میکنه که برام اهمیت نداره، ولی در این حال یه ایهام توش هست که من اگه از بالای خونه بیفتم پایین کشته میشم و اصلا دیگه چیزی نمیتونم بگم. این حالت ایهام و دو پهلو بودن طنز ایجاد میکنه. خب به پایان ویدیو دوم رسیدیم. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگر از این ویدیو لذت بردید و آموزنده براتون بوده فراموش نکنید که به شبکه سابسکرایب کنید و دکمه لایک رو هم بزنید. ممنونم.